سلام. من اومدم با یه خوراک لوبیای سفید بسیار لذیذ. در ابتدای کار اول پیازها رو به صورت نگینی خرد کرده و با ظرفچوبه تفت میدیم. سپس لوبیایی که از شب قبل خیس کردیم به مقدار 3 پیمانه با 2 عدد سیب زمینی متوسط میذاریم به مدت 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم که کاملا پخته بشه. در همون ابتدای کار عصاره قلم و زعفران هم اضافه کرده. بعد از پخته شدن سیب زمینی ها اونا رو از ظرف خارج کرده و اونا رو پوره میکنیم و دوباره به لوبیا هامون اضافه میکنیم. سیب زمینی ها رو به این صورت پوره کرده و دوباره به لوبیا ها اضافه میکنیم. و کاملا هم میزنیم. بعد از پخت کامل لوبیا ها نمک، فلفل سیاه و رب رو به اون اضافه میکنیم و کاملا اجازه میدیم که لغابدار بشه و حدوداً نیم ساعت زمان میبره که جا افتاده بشه. نوش جونتون. این هم از نتیجه کار امروز ما. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه. عصر پاییزیتون بخیر.